ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 77. سلمان پارسی این را می‌خواست یا نه؟ به عرصه تاریخ چون یکی از نفرانی وارد شد که با هدایت و راهنمایی خیش سلطنتی بیش از 400 ساله دولت ساسانیان را خللدار نموده، به جای آیین سابقه زردشتی و تمدن کهن آریایی به قلمرو کشورش دین اسلام و فرهنگ نوی اسلامی را انتقال داد. سلمان پارسی در شمار عالمان و خردمندان امثال کعبه یهودی، ضحیب مسیحی، زید ابن ثابت است که نخستین آیت‌های آسمانی قرآن مجید و تعلیمات اسلام را از رسالت شفاهی برشته خط و کتاب آوردند. زید ابن ثابت که در یثریب آیین نصرانی داشت، در سن 11 سالگی به اسلام ایمان آورده، با هدایت پیامبر زبان و صرف و نحو عربی را آموخت و دیرتر همچون منشی او انشای نامه‌ها و کارگزاری رسمی دیوان را پیش گرفت. دیرتر او در زمان خلافت ابوبکر پاره‌های قرآن را جمع آوری کرده کتابت نمود تا اختلافی در اطراف آیت‌ها برخاسته را از بین ببرند. این ابرمردان هر کدام گرچندی در ابتدا از آیین‌های مختلف زردشتی، یهودی و مسیحی پیروی می‌کردند، در آخر به اسلام ایمان آورده در اطراف پیامبر مسلمانان متحد شدند و برای گسترش اسلام مساعدت نمودند. نخستین آثار خطی عربی کتاب مقدس قرآن بود که در آن آیت‌های آسمانی خداوند، روایت‌های دینی، حکمت و سخن‌های پندآموز، احکام و نظام جامعه و تعلیمات دین اسلام گرد آمده، دیرتر با ارادت زید ابن ثابت و سلمان پارسی بر این با سوادان و اهل خط و حرفه کتابت می شدند. حتی برخی از عرب شناسان بران اندیشند که خط فارسی که حالا بیشتر با نام خط عربی شهرت دارد از جانب ایرانیان اختراع شده است و سلمان پارسی در تهیه و تکمیل صرف و نحو زبان عربی سهم ارزنده گذاشته است. به قول مورخ توانا ابن خلدون، جمله علوم شرعیه و عقلیه و اصحاب فنون و بدایع همگی از ایرانی ها بودند و با سابقه قدیمی که آنها در تدوین و تألیف علوم و کتاب ها داشتند، اختراع این خط عربی از طرف آنها شده است. در زمانهای اول اسلام مؤلفان گرچه زبانشان عربی است ولی حسب و نسبشان ایرانی است و تربیتشان نیز ایرانی است. عربها به علت اینکه مردمان ساده و بدوی بودند، بدین جهت از فنون و صنایع بی بهره بودند. عربها در دوران تا اسلامی از خط و سواد محروم بوده، بیشتر عنعنه شفاهی سخنوری، شعرگویی و داستان سرایی در بین آنها رایج بود.
در میان عرب‌های دوران تا اسلامی یا خود عهد جاهلیت اساساً آیینی بسیار خدایی و بت پرستی معمول بوده. اکثر قبیله ها بت و صنم و خدای جداگانه خیش را داشتند. دین اسلام در جریان تشکل و تحولش محض با هدایت پیامبر و فداییانی با ذکاوت و دوراندیش اهل حرفه و فتوت از کیش قبیله های بادیه نشین عرب به دین جهانی و تمدن ارزشمندی عمومی بشری تبدیل یافت. باید گفت که در دوران ظهور اسلام دین‌های گسترده جهانی امثال کیش زردشتی، مسیحی، یهودی و بودایی در 4 سمت عالم معتقدان و پیروان بیشماری خود را داشتند و تعلیمات پیامبران آنها در کتاب‌های مقدس اوستا، تورات، انجیل و تلمود ترغیب می‌شدند. پیامبری بنی اسرائیل موسی دینی یهودی را بنیاد گذاشته در مصر و فلسطین و دیگر کشورهای عرب پیروان خود را داشت. آیین مسیحی پیامبر عیسی باشد در مصر و شام و یونان و ریم نفوذ پیدا کرده از جانب امپریای ویزانتیه پشتیبانی میدید. کیش زردشتی 4 عصر باز در ایران ساسانی و آسیای میانه انتشار یافته مقام دولتی داشت. چنان که در بالا دیدیم اکثر جنگ و ضدیت‌های میان امپریای روم و دولت ساسانیان در زمینه اختلاف‌های مذهبی سر می‌زد و در میان دو نیروی توانای مذهبی دین مسیحی و کیش زردشتی پدید آمدن دین اسلام و در مقابل این دو امپریای ابرقدرت استادگری کردن آن خود یک معجزه را می‌ماند. زیرا به عرصه مذهب‌های جهانی آمدن دین اسلام و کتاب یزدانی قرآن کاری سهل و آسان نبود. برای محمد با سیاستی صحیح، لیاقتی کامل، استعداد فطری، اراده قوی و حسن تدبیر و زیرکی توانست که سرآغاز دین اسلام را در میان قبایلی سرکش و بدوی عرب گسترش دهد. پوشیدنی است که تا ظهور اسلام در قسمت شمال و غربی عربستان قبیله های بدوی اقامت داشتند که آیینشان غالباً مسیحی بود. یکی از چنین قبیله ها قبیله خیره به شمار می رفت که در حدودهای نجد و کنارهای فرات بود و باش داشته از تأثیر افکار دینی مسیحی رومیان الهام می گرفتند. گذشته از این در شهرهای مدینه، خیبر، یمن، حجاز و غیره دین یهودی بیشتر نفوذ داشته تورات را کتابی مقدس خود می حسابیدند. موافق اندیشه محققان عهد خلافت در شهر مدینه 5 قبیله با نفوذ ساکن بود که از آنها قبیله های اوس و خزرج بت پرست بودند و 3 قبیله دیگر کیشهای یهودی و مسیحی را پیروی می کردند. در شهر مکه بیشتر آیین بت پرستی رایج بوده. در بینای 4 گوشه کعبه بت و صنمهای خود را می گذاشتند. بت اساسی قبیله قریش حبل نام داشته. در اطراف آن بت‌های دیگر مناف، سعد خدای بخت، ذوالخلصه خدای جنگ قامت افراخته بودند. ادای رسوم و قربانی و پرستیش و نیایش بت‌ها را پیشوایان قبیله قریش
انجام می‌دادند که بابای پیامبر عبدالمطلب سروری خاندانی یکی از نگاهبانان کعبه و چاه زمزم بود. چون شهر مکه در مسیر راه کاروانگذر قرار داشت، تاجران از کشورهای دور و نزدیک به زیارت خانه کعبه و چاه زمزم آمده بعد شکستن تشنگی به پرستیش و نیایش بت و صنمها رو می آوردند. چنان که در بالا ذکر کردیم، از نیم جزیره عربستان راهی بزرگی کاروانگرد توسط مکه به یمن و سوریه، فلسطین و عراق می رفتند و حتی قبیله های بیابانگردی بدوی باری کاروان های تاجرانی هند و حبشی را با قافله اشتران خیش تا کناره های بحر میان زمین می رساندند. راه درازی تجارتی حجاز از کناره های شرقی بحر سرخ طول کشیده چندین شهرهای اساسی آن زمان مکه، یثریب، مدینه و طائف را عبور نموده در زندگی مردم ناداری بدوی دیگرگونی های اجتماعی را وارد می ساخت. عرب های بدوی که اصلا زندگی کوچمنچگی داشتند با اشتران یک کوهانه پرطاقتشان راه های بیابان ها را با آسانی می پیمودند. اشتران آنها در گرمی های طاقت فرسا 4-5 شبانه روز بی آب و گیاه تاب آورده بیش از 250 کیلوگرم بار را بی ملال می کشانیدند. گذشته از این، پشم اشتر برای بدویان لباس، پوستش خیمه و بستر، شیر و گوشتش غذای همیشگی بود و سرگینش در سردیهای قهرتون گلخن می افروختند. روزگاری سخت و محتاجی همیشگی عربهای بدوی را دامنگیر بود و آنها را وادار می کرد که به تاخت و تاز و یغماگری ها رو آورند. از اسناد تاریخی برمی آید که بدوی ها در سالهای قحطی و خشکسالی طفلهای خیش به خصوص دختران را می کشتند تا که از یک خورنده بر زیاد رهایی یابند. سران قبیله سیدها به اتحاد قبیلوی و اولادی که اساساً در زمینه قرابت خویشاوندی گرد آمده بودند سروری می کردند. دو راهی بزرگی کاروانگردی که از قلمروی شرقی و غربی عربستان می گذشت دیرتر به زندگی سنتی بدویان عرب دیگرگونی ها وارد ساخته آنها را نخست براه بلدی و کشاندن باری تاجران و توانگران اجنبی بلد نمود. قافله کاروانی سوداگران که بعضن شماره اشان از 1000 هم زیاد بود، این مردمی صحراگرد و بیابان نورد را تدریجاً به هنری تجارت، داد و ستد بازار، رسوم شهرهای دور و نزدیک آشنا می ساخت. چاروادارانی بدوی دیروزه از دو راه اساسی تجارتی، یکی از کنارهای بحر سرخ که می توان آن را راه کاروانگرد غربی نامید و دیگری از نزدیکی خلیج فارس، صحرای شام و فلسطین، یعنی راه کاروانگرد شرقی، بار و کالای سوداگران را با قافله اشتران خیش کشانیده تدریجاً به عالم تمدن راه می یافتند. شهر مکه که در سری راهی کاروانگردی سمت غربی
در جاده طولانی بحری سرخ واقع بود. از عصر 6 میلادی سر کرده به مرکزی تجارتی و مدنی عربستان تبدیل می یابد. یکی از قبیله های با نفوذ اهل مکه قریشیان به شمار می رفتند که در ابتدا برای بارکشانی و انتقال کالای سوداگران مساعدت نموده، دیرتر خودشان توانگر و تجارت پیشه گردیدند. اکنون سوداگران قریشی که قافله کاروانشان تا 300 اشتر می رسید، قبیله های دیگری بدوی را چون راه بلد و حامی کاروانها استفاده می کردند. محض با هدایت و دستوری همین توانگران قریشی در اطراف عبادتگاه مقدس کعبه، منزلهای استقامتی، کاروانسرای و بازارها و دیگر عمارت‌های گوناگون ساخته شده، شهر مکه وسعت می‌یافت و آبادتر می‌گشت. اکنون تاجران و سوداگران خودی و اجنبی از بازارهای مشهوری اوکاز و مجنه به زیارت کعبه آمده از آب زمزم بهره می‌بردند و مراسم نیایش و عبادت را به خاطر بزرگ داشتی هبل و دیگر بت و صنم‌ها به جا می آوردند. اهل مکه اصلی برآمد و نسب خود را از ابراهیم خلیل الله دانسته، او را نخستین بنیاد کننده خانه مقدس کعبه می شمردند. واقعاً در سوره آل عمران در این باب چنین آمده است: نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است، خانه‌ای که جهانیان را سبب برکت و هدایت است. سوره آل عمران آیت 96 و آیت 97 از مقام ابراهیم و واجبات کعبه خبر می دهد. در آنجاست آیات روشن و مقام ابراهیم: و هر کی بدان داخل شود ایمین است. برای خدا حج آن خانه بر کسانی که قدرتی رفتن به آن را داشته باشند واجب است. مهتری شهر مکه نگاه و بین خانه کعبه و چاه زمزم به اندیشه مورخان و عرب شناسان اول منسوب قبیله جرهم، سپس قبیله خزاعه و نهایت قبیله قریش بوده است. خاندان بنی هاشم در میان قبیله قریش یکی از اولادان با نفوذ و ثروتمند و نگهبان کعبه بوده، ادای رسم و آیین‌های دینی را نظارت می کردند. نهایت بابای پیامبر عبدالمطلب که از خاندان بنی هاشم و یک مردی با تجربه و روزگار دیده بود، به صفت پیشوای قبیله قریش پذیرفته شد. موافق معلومات طبری، عبدالمطلب چون به مهتری قبیله قریش رسید، عزم نمود که چاه زمزم را بکند و آب نهفته آن را بیرون آرد. و او از کهنسالان قبیله شنیده بود که اندرون چاه دفینه محفوظ است. به خاطر یافتن آبی سرگم زده چاه زمزم و دفینه احتمالی، او به خدایش هبل وعده داد که از پسرانی داشتهش یکی را قربان می کند. از قضا هم دفینه را پیدا کرد و هم آبی چاه بیرون آمد و او را 12 پسر بود و کهتر از همه عبدالله بود، پدری پیغمبر صلی الله علیه. پس عبدالمطلب و میان همه فرزندان قرعه زد 3 بار و هر 3 بار بر عبدالله پدری محمد مصطفی صلوات الله علیه آمد. پس عبدالمطلب
آهنگ کشتن او کرد. عبدالله از میان فرزندان خردترین و محبوبترین فرزندی پدر بود و در جبین او نوری را احساس می کرد. ولی او چون ابراهیم خلیل الله بزرگ ابایش از قربانی کردن و وفا نمودن به عهد چاره نداشت. بزرگان قبیله و مردم قریش به حضور او آمده گفتند که عبدالله را قربانی نکند و برای خودداری از این کار در پیشگاه هبل عذری بیاورد. عاقبت با مشورت کاهن سال خورده برای رضای خدا 10 اشتر نذر خونبها مقرر کردند و در برابر هبل هر باری که قرعه می زدند قرعه باز به نام عبدالله می افتاد. شماره اشتران را 10 افزوده از نام قرعه می پرتافتند. هنگامی که سرشماری اشتران به 100 رسید قرعه به نام اشتران افتاد و در راه رضای خداوند و از نذر رهیدن عبدالله همه اشتران را قربان کردند. عبدالله پدر پیامبر موافق معلومات مؤلف زندگی نامه محمد جوانی زیبا و خوش قیافه بوده دختران مکه از قضیه بر عوض 100 شتر از قربانی رهیدنش می‌خواستند به او برسند، ولی پدرش آمینه بنت وهب را برایش مناسب دانست و از اثر ازدواج و خانداری آنها یکی از بزرگترین مردان تاریخ پیامبر اسلام محمد درود بر او به دنیا آمد. از قضای تقدیر زندگی شیرین نوخانداری عبدالله چندان دیر نکشید. آمینه 2 ماه آبستن بود که او در قطار کاروانی سوداگران عزم تجارت نموده به سوی شام سوریه رفت. هنگامی بازگشت رنجور شده آهنگ مدینه کرد تا در نزد خویشاوندان از خستگی سفر بیاساید و سپس راه مکه را پیش گیرد. ولی روزی چند درد و رنج کشید و در مدینه عمرش به سر آمد. فاصله آبستنی همسرش نیز پایان یافت و تقریباً 20 اوگوست سال 570 میلادی از آمینه پسری به دنیا آمد. چون طفل را به حضور بابایش عبدالمطلب بردند، او همان نوری آشنا را در جبین نبیره‌اش دید و مهر او را به جان پذیرفت. محمد را از روی عادت معمول عرب‌ها به حلیمه نام دایه‌ای از قبیله بنی سعد سپردند. او سالی چند در صحرا تحت پرستاری دایه‌اش حلیمه ماند و روایتی است که چون محمد به سن 3 سالگی رسید همراه پسری حلیمه برادری همشیرش به پشت خانه رفت و او را 2 مردی سفید پوش به زمین خوابانده شکمش را چاک کردند و زیر و رو نمودند. حلیمه و شوهرش از این قضیه هراسیده طفل را به مادرش بازگرداندند و برخی از مورخان برانند که محمد را در سن 5 سالگی به مادرش آمینه سپردند. در هر صورت هنگام 6 سالگی مادرش آمینه محمد را سوی یثرب مدینه به نزد همنسبانش از قبیله خزرج برد تا که خویشاوندان و قبر شوهر جوانمرگش عبدالله را زیارت نماید. آنها 1 ماه در یثرب ماندند و هنگامی بازگشت به مکه در اثنای راه ابوا مادرش آمینه بیمار شده ناگهان وفات کرد.
و از میان 2 سال نگذشته هنگامی که محمد 8 سال نداشت، بابایش عبدالمطلب سال 579 در سن 80 سالگی وفات کرد و سرپرستی و پشتیبانی نبیره یتیمش را به عهده پسرش ابوطالب واگذاشت. ابوطالب برادرزادش محمد را با کمال مهر تربیت می کرد و از فرزندان خود عزیزتر می داشت. هنگامی که او به سن 12 سالگی رسید، با میل و خواهش خود همراه عمکش ابوطالب عزم سفری تجارتی نمود. سفری تجارتی شام که از مسیر راهی کاروانگرد شرقی می گذشت، برای محمد مکتبی نخستین راهنوردی، تجارت و زندگی گشته برایش بسیار سبقهای خاطرمان داد. محمد بعد این تجارت که برای ابوطالب چندان سود بخش نانجامید، با آن بصیرت فطری، زیرکی و عاقلی طبیعی که داشت، بیشتر به شنیدن و دانستن و مشاهده کردن مشغول می شد. نیک و بد و اسرار زندگی را پیوسته می آموخت. او روزگاری به چوپانی نیز مشغول بود و در فضای پهناوری بیابان به تفکر و اندیشه، پینداری خودشناسی و جهانشناسی و زحمتی حلال و دلی سرشاری آرمانهای نجیب آوانی نورسی را پسی سر می کرد. روزگاری چوپانی برای محمد برین یک جوانی با تفکر و عاقل چندان مناسب نبود و از آن سودی زیاد حاصل نمی گشت. عمکش ابوطالب دیرتر او را به صفتی تاجری کرایه به 4 اشتر باری خطیچه نام بیوزنی ثروتمند وابسته کرده، همراه کاروانی تاجران به سوی شام سوریه فرستاد. مؤلف زندگانی محمد می نگارد که خطیچه دختری خویلید، بیوزنی 40 ساله تجارت پیشه و ثروتمندی بوده، یکی از سرمایه‌دارانی با نفوذترین شهر مکه به شمار می رفت و مال و کالای افزونش را با مدد پدر، دیگر شخصانی مورد اعتماد و تاجران کرایه اداره می کرد. او 2 بار شوهر کرده و از آنها سرمایه نصیبش گشته بود. بارها خواستگاری بزرگان قریش را رد می کرد و می پنداشت ایشان به مال و ثروتش دل بستند. کاروان تاجرانی که محمد همراه آنها بود از جاده سوی شام می رفت که پیامبر در آوان 12 سالگی آن را پیموده بود. در این سفری تجارتی محمد از غایت زیرکی و کاردانی سودی مناسبی دیده، ستایشی با امانت و راست کردار بودنش به خطیچه رسید و دیری نگذشته با میان روی نفیسه نام زنی خیرخواهی محمد با خطیچه در سن 25 سالگی ازدواج نمود. شنونده های گرامی، شما گفتاری 77 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.